سلام جان دل، خوش اومدی به کانال راز دل. من سحر هستم، راوی کانال. خوشحال میشم اگر از لحظات همراهی با من لذت بردی حمایت خودتو دریغ نکنی. بسیار متشکرم. لذت ببرید. من ملیحم، 28 سالمه، بچه اول خانوادم. یه خواهر و یه برادر کوچیکتر از خودم دارم. پدرم یه کارگر ساده بود و مادرم خونه‌دار. خونمون توی محله متوسط بود که از پدر بزرگم به پدرم ارث رسیده بود. چون پدرم تک پسر بود و فقط 3 تا عمه داشتم، سهم اونا رو داد و خونه مال ما شد. برعکس خانواده بابا، سمت مادرم پر جمعیت بود. 6 تا دایی و 4 تا خاله داشتم. مادر بزرگم تو روستا زندگی می کرد و بیشتر خاله ها و داییام اونجا بودن. روستامون تو یکی از شهرهای خوش آب و هوا بود که بابا تا یکم مرخصی گیرش می اومد وسایلمون رو جمع می کردیم و می رفتیم اونجا. اینقدر به همون خوش می گذشت که رنج راه بدون ماشین رو تحمل می کردیم و با اتوبوس تا خود روستا برنامه می ریختیم که وقتی رسیدیم چیکار کنیم. بچگیم با خواهر و برادرم می گذشت. تمام روز مشغول بازی بودیم و هیچ خسته نمی شدیم. یکم توپل بودم، واسه همین به هم می گفتن توپلی. ناراحت نمی شدم ولی دوست نداشتم زیاد تکرار کنن. کلاس 2 ابتدایی بودم و بعد دادن امتحانای خرداد از روستا زنگ زدن و گفتن که عروسی پسر داییمه. انقدر خوشحال شدیم که حد نداشت. همیشه عاشق روستا رفتن بودم، مخصوصاً وقتی تموم نوه‌های مادر بزرگ جمع می شدیم و تا بوق سگ بیرون بازی می کردیم. مامان با پول اندکی که بابا داده بود رفت و واسمون یه لباس سرسری خرید. انقدر از داشتن لباسای نو ذوق داشتیم که روی ابرا بودیم. این بار وسایلمون بیشتر بود و ذوق توی دل ما هم 2 برابر. آخه عروسیای روستا یک کیف دیگه داشت. نسبت به سنم یکم هیکلم درشتر بود. من و خواهرم هر دو بور بودیم و چشمای قهوه‌ای روشن داشتیم. انقدر شبیه هم بودیم که اگه منم مثل اون لاغر می شدم می گفتن حتما دوقلویید. مامان واسه من سارافون خریده بود و می گفت بهتر روسری بپوشم. هرچند هنوز 9 سالم نبود ولی چون درشت بودم اینطور صلاح می دیدن. بعد پیاده شدن از اتوبوس بابا یه دربستی به سمت روستا گرفت. هوا خنک و عالی بود. از ماشین که پیاده شدیم همراه خواهرم سهیلا دست همو گرفتیم و به طرف خونه مادر بزرگ دویدیم. پیش کوچه رو که رد شدیم سگ گله خاله در اومد جلوی رومون. هر دو از ترس جیغ بلندی کشیدیم و همدیگر رو بغل کردیم. بابا سنگ کوچیکی به طرف سگ پرتاب کرد و همون لحظه شوهر خالم با صدا زدن سگش به طرف ما اومد و رو به بابا لبخند زنان گفت سلام، خوش اومدید، مشتاق دیدار. مشغول خوشوبش با بابا شد و رو به ما گفت برید داخل، کاریتون نداره. من و آبجیم رفتیم داخل و پریدیم بغل مادر بزرگ. از همون لحظه ورود مشغول بازی و بدو تو خونه مادر بزرگ که اون سرش ناپیدا بود شدیم. حالا دیگه پسر خاله و دختر خاله هم اومده بودن و با بچه های داییام انقدر بازی کردیم که دم ناهار از خستگی هلاک بودیم. فردا عروسی بود و مامانم مثل بقیه زنا
سرش گرم رسیدن به خودشون بود. مادر بزرگ همش به هم میگفت دخترم تو بزرگ شدی، زیاد دنبال اینا ندو زشته. از حرفش ظاهرا ناراحت نمی شدم، ولی تو دلم می گفتم چه بزرگی، من فقط 8 سالمه. عروسی روستا تو کوچه برگزار می شد و نوازنده می آوردن. زنا از پشت بوم نگاه می کردن و مردا می رقصیدن. زنای فامیل نزدیک هم که عروسی دعوت بودن داخل خونه مادر بزرگ حسابی می رقصیدن. من و بقیه مشغول بازی بودیم و زیاد پاپیچ بزرگترا نمی شدیم. سهیلا چشم گذاشت و ما همگی فرار کردیم که قایم شیم. یه محدوده تعیین کرده بودیم. چون روستا بزرگ بود نمیشد جاهای دیگه قایم شد و بازی طول میکشید. پشت دیوار خونه خاله قایم شده بودم و نگاهم به سهیلا بود که چشاشو باز کرد. آروم به داخل حیاط خزیدم و در حالی که از دویدن نفس میزدم پشت در خاله اینا قایم شدم. حیاطشون یه طوری بود که یه راهروی باریک تو ورودی قرار داشت و سمت راست دستشوییشون بود و سمت چپ آغل گوسفنداشون. همینطور منتظر بودم تا سهیلا در رو باز کنه و از دیدنم جیغ بکشه که یه دفعه حس کردم یکی دهنم رو گرفت و کشون به طرف آغل گوسفندا برد. شروع کردم به دست و پا زدن و تقلا کردن، ولی مگه فایده ای داشت؟ 4 دیواری تاریک بود، ولی میتونستم خیلی خوب چهره شوهر خالم رو ببینم. دستش هنوز رو دهنم بود و من همراه با بهت و تعجب یه ریز گریه میکردم که چی شده؟ کنار گوشم گفت جیکت در بیاد میندازم جلو سگا تا تیکه پارت کنن. از شدت ترس داشتم میلرزیدم که یعنی چی شده؟ در حالی که منو برگردوند دستشو از جلوی دهنم کنار نبرد و همزمان با یه دست شلوارشو پایین کشید. من نمیتونستم ببینم داره چی کار میکنه، ولی حس بدی بهم دست داده بود. از شدت ترس داشتم میلرزیدم، ولی دستاشو دورم حلقه کرده بود و نمیذاشت تکون بخورم. میخواستم جیغ بزنم، ولی ترسیدم بیان و فکر کنن همه چی تقصیر منه. هیچکس بهم نگفته بود اگه تو همچین شرایطی قرار گرفتم من مقصر نیستم. یه دفعه شلوار منم پایین کشید و یه چیزی خیلی سفت لای پاهام احساس کردم. حس می‌کردم اونجا داره دور سرم میچرخه و بوی گند گوسفند داشت حالمو به هم میزد. من چیزی از رابطه جنسی نمیدونستم. بعدها فهمیدم با من خودشو ارضا کرده بود. بعد اینکه کارشو انجام داد رو زمین نشست و چشاشو بست. نفس عمیقی کشید و منو محکم بغل کرد. فقط تقلا می‌کردم ولم کنه. کثیف شده بودم. حالم از اون و خودم به هم می‌خورد. شلوارمو با بوسه بالا کشید و من فقط یه ریز گریه می‌کردم و میگفتم ولم کن، میخوام برم پیش مامانم، ولم کن. مشتای کوچیکمو میکوبیدم بهش، ولی اون خونسرد نشسته بود. یه دفعه عصبانی شد و سیلی محکمی در گوشم خوابوند و گفت اگه فقط یه نفر بفهمه شب که گله بیاد میندازم جلو سگا و هیچ کس هم نمیفهمه. بقیه فکر میکنن تو دروغ میگی چون کسی ما رو اینجا ندیده. اشک چشممو پاک کردم و ازش فاصله گرفتم. یکم مهربون شد و گفت برو دنبال بازیت. اگه دختر خوبی باشی دفعه بعد کاری میکنم که تو هم لذت ببری. به سرعت از اون خراب شده دور شدم و گریون از خونه بیرون زدم. بچه‌ها دنبال من گشتن و وقتی دیدن نیستم بازیشونو بدون من ادامه دادن. سهیلا که دید دارم گریه میکنم
نگران اومد کنارم و گفت چی شده ملی؟ چرا گریه میکنی؟ کجا بودی؟ همه جا رو دنبالت گشتم. نمیتونستم حرف بزنم و فقط بالا می آوردم و گریه می کردم. سهیلا اشاره‌ای به اون طرف کرد و گفت چیزی دیدی؟ ترسیدی آبجی؟ الکی سرمو تکون دادم و یاد تهدید شوهر خالم افتادم. با زور گفتم سگ دیدم. سهیلا رفت برام آب بیاره. پسر یکی از داییام که از من 5 سال بزرگتر بود و 13 سال داشت و همیشه با هم بازی می کردیم، با دیدن حال خرابم نگران اومد جلو و پرسید ملیحه چی شده؟ چرا گریه می کنی؟ با سر گفتم چیزی نیست. با عصبانیت پرسید کسی اذیتت کرده؟ کتکت زده؟ وحشت زده گفتم نه. سهیلا لیوان آبو گرفت جلوم ولی نمیتونستم لب بزنم. از ترس اشتهای منی که به هیچ خوردنی رحم نداشتم کور شده بود. حتی لب به شام عروسی هم نزدم. مامانم اصلا نمیپرسید بچه هام کجان و مطمئن بود که سرگرم بازی هستیم. من مثل کسی بودم که عزیزش مرده. آخه تو 8 سالگی چه میدونستم اون کار یعنی چی؟ حتی کنجکاو نبودم تا قبل اون چیزی از این روابط بدونم. تا شب نگران و مستعسل چسبیده به سهیلا موندم و نذاشتم اونم بازی کنه. مخصوصا از بچه های خالم به شدت دوری می کردم. پسر بزرگش 15 ساله بود و بی نهایت هم شبیه باباش بود. با دیدن اون وحشت همه وجودمو می گرفت. بعد اینکه عروسی تموم شد و موقع خواب رسید رفتم پیش مامانم و با صدایی که می لرزید گفتم مامان میشه پیش تو بخوابم؟ با تعجب گفت وا چرا؟ در حالی که ناخنمو می جویدم گفتم آخه می ترسم شبا خیلی تاریکه. اخم کرد و گفت برو دنبال کارت بچه، خستم، هر جا دوست داری بخواب. بغض گلومو گرفته بود. آخه من چطور میگفتم دردم چیه؟ همچین مادر و پدری مسلماً میگفتن مقصر خودتی که باعث این اتفاق شدی. از ترس تا صبح به خودم لرزیدم و کسی نبود تا بگه بیا بغلم آروم باش. اون مرد تقاص کارشو پس میده. ما ازت حمایت میکنیم. مدام حس میکردم نیمه های شب یکی میخواد از پشت منو بگیره و با ترس از جام میپریدم. به شدت چشام درد میکرد و دیگه هیچ اشتیاقی واسه بازی و موندن تو روستا نداشتم. فقط بی صدا یه گوشه مینشستم و به بقیه نگاه میکردم. اشتهامم به شدت کم شده بود و تو 1-2 روز کلی لاغر شده بودم. جالب اینجا بود کسی نمیگفت چته. اصلا مهم نبودم. هر کی تو فکر خودش بود. بالاخره روز رفتن رسید. دوست داشتم زودتر از اون روستا بریم و دیگه هرگز چشمم به چشمشون نیفته. همه جلوی ماشینی که از روستا داشت میرفت شهر ایستاده بودیم و مامان و بابا مشغول خداحافظی با بقیه بودن. مادر بزرگ نوبتی بغلمون میکرد. به من که رسید محکم بغلم کرد و یه اسکناس 500 که اون موقع میشد کلی باهاش خوراکی خرید گذاشت کف دستم و گفت دختر قشنگ خودم نمیدونم چرا حال نداره. انگار این سری بهش زیاد خوش نگذشته. مامان با چشم اشاره کرد تشکر کنم که با صدای ضعیفی گفتم نه خوب بود. ممنون. از خوشحالی داشتم بال در می آوردم. انگار روستا برام تبدیل شده بود به یه قفس که تمام بچگیمو زندانی کرده بود. موقع رفتن از روستا دامنه کوه چشمم به شوهر خالم افتاد که داشت چوپانی میکرد. بابا به راننده گفت صبر کنه تا باهاش خداحافظی کنیم. ناخودآگاه گلوم خشک شد و رنگم پرید. حس منو فقط کسی میتونه درک کنه که این بلا سرش اومده باشه. کنار پهلوی مامان مچاله شدم و خودمو کشیدم پایین. شوهر خالم اومد با مامانم خداحافظی کرد و
من الکی چشامو بستم تا فکر کنن خوابم. 1 ثانیه اون لحظه ها از یادم نمی رفت. وقتی برگشتم خونه تا چند روز منگ اتفاقی بودم که افتاده. هرچند شبا تا صبح بهش فکر می کردم و کابوس می دیدم، ولی کم کم این تبدیل شد به رفتارم و من یه دختر گوشه‌گیر شدم. به طرز بدی وزنم اومد پایین و دیگه دختر توپلی خونه نبودم. مامانم به بابا میگفت که ملیحه عوض شده. انگار داره بزرگ میشه. حتی چند بار شنیدم که با خوشحالی به بابا میگفت به بلوغ داره میرسه. واقعا براش عجیب نبود تو 9 سالگی به بلوغ رسیدن. درباره این مسائل خیلی کنجکاو شده بودم و تو مدرسه هم با دوستام دربارش صحبت میکردیم. جرئت نداشتم به کسی بگم چی شده، ولی از هر کسی یه چیزی یاد گرفتم و کامل با همه چیز آشنا شدم. بعد از اون دیگه اصرار نمی کردم که بریم روستا و خدا رو شکر بابا هم کارش جوری شد که مرخصی زیاد نمی دادن. اون 1-2 باری هم که تو سال می رفتیم می موندم خونه مادر بزرگ و از جام تکون نمی خوردم تا مبادا چشمم به چشمای کثیف اون مرد بیفته. من با همین حالات بزرگ شدم و کم کم پای خواستگارا به خونمون باز شد. مامان از خواستگار داشتن من حسابی خوشحال بود و جلوی همه پوز میداد. منم دبیرستانم رو تموم کرده بودم و کنکور قبول نشدم. روزی که جواب آزمون اومد مامان همه کتابامو جمع کرد و گفت دیگه بسته درس خوندن. اگه قسمتت بود قبول می شدی. بهتره بری کلاس خیاطی چیزی تا یه هنر داشته باشی. بعدم نمی گفت. اونطوری سرگرمم می شدم. یه روز که از کلاس برگشتم خونه دیدم مامان داره با تلفن حرف می زنه. از خوش و بشش فهمیدم که یکی از فامیلاست. سهیلا داشت تو اتاق درس می خوند و داداشم بیرون بود. مامان که گوشی رو گذاشت با صدای بلند گفت ملیحه بیا که بخت باهات یاره. با تعجب از اتاق رفتم بیرون. لبخند پت و پهنی رو لبش بود. منو نگاه کرد و گفت دختر خودمی دیگه. فکر میکنی کی زنگ زده بود؟ خالت بود. با زور پرسیدم کدوم خاله؟ اخم کرد و گفت وا من مگه جز سیمین به کی این همه نزدیکم؟ خاله سیمین تو رو واسه عباس خواستگاری کرد. حس میکردم مامان داره با حرفاش رو سرم بتون میریزه که اینطوری چشام سیاهی رفت. باورم نمیشد. به گوشام شک داشتم. مامان یه ریز داشت از کمالات عباس میگفت که چقدر سرمایه داره و تعداد گوسفنداش از همه روستایی‌ها بیشتر شده. داشت واسه خودش رویا میبافت. ولی من بیچاره همینطور با حال خراب اون گوشه مونده بودم. سهیلا با بهت از اتاق بیرون اومد و گفت چه خبره مامان؟ خونه رو گذاشتی رو سرت؟ مامان پشت چشمی نازک کرد و گفت بفرما حسود اول اومد. نترس یه بخت خوبم نصیب تو میشه. حسود خانم. با ناراحتی برگشتم اتاق. شخصیتم جوری شکل گرفته بود که مثل سهیلا آسی نبودم و نمیتونستم از حقم دفاع کنم. من اگه عروس خاله سیمین میشدم باید هر روز با شوهرش خسرو روبرو میشدم و این واسه من مرگ بود. اصلا عباس چه شکلی بود؟ چه جوری بود؟ مثل پدرش یه مریض روانی؟ من باید میرفتم روستا کنار اونا. نه این غیر ممکن بود. من نمیتونستم با ترسی که 10 سال تو قلبم حمل کردم زندگی کنم و روبرو بشم. تا شب تو اتاق موندم و خودمو زدم به خواب تا ببینم بابا که میاد نظرش چیه. شاید اون منو نجات میداد. مامان واسه شام صدامون زد و دوباره کلی غر زد که دست به سیاه‌وسفید نمیزنیم و از صبح خسته شده. بابا سرشو تکون داد و گفت راست میگه دیگه. دخترای به این گندگی زشت ما بهتون تذکر بدیم. مامان ابروهاشو داد بالا و گفت ملی نه قربونش برم هم خوشگله
هم از وقتی رفته کلاس خیاطی خواستگاری نیست که براش نیومده باشه. امروز سیمین زنگ زده بود. تازه شنیده ملیحه میره خیاطی. چشممو به لبهای بابا دوختم و منتظر شدم تا ببینم چی میگه. بابا تو آرامش داشت غذاشو میخورد. مامانم یه ریز داشت از عباس تعریف میکرد. بابا گفت تو چی گفتی؟ مامان واسه بابا لوس شد و گفتم بذار آقامون بیان ببینم چی میگن. بابا هم که حسابی کیف میکرد گفت خوبن، خانواده خوبی دارن، ببینیم چی میشه، هرچی خیره. قاشقو گذاشتم تو بشقاب و بدون حرف به اتاق رفتم. رو سرم پتو کشیدم و زدم زیر گریه. سهیلا دنبالم اومد. کنارم نشست و گفت چته تو ملی؟ اگه نمیخوای بگو، چرا ادا در میاری؟ اینا دارن میذارن پای شرم و حیا ها. کاش میتونستم بگم دردم چیه. سهیلا مدام نصیحتم میکرد که اگه نمیخوام بگم. با گریه گفتم نمیخوام با اون ازدواج کنم، نمیخوام برم روستا. سهیلا گفت من میرم به مامانینا میگم، ولی خودتم باید یه حرکتی کنی یا. چند لحظه بعد در اتاق با شدت باز شد و مامان اومد، پتو رو از سرم کشید کنار. چشمم افتاد به سهیلا که ناراحت یه گوشه ایستاده بود و چیزی نمی گفت. مامان چشاشو تنگ کرد و گفت لالی خودت پیغوم میفرستی؟ بدبخت، مردم آرزوشونه با عباس ازدواج کنن، آرزوشونه عروس فامیل بشن. اون وقت تو میگی یه چرخ میذارم تو جهازت بری تو روستا خیاط همه بشی، پول پارو کنی. میفهمی اینا یعنی چی؟ مثل من خوبه روز سگ بکشی؟ یه شبا نون نداشتیم بخوریم. شماها کوچیک بودید. با زور رسیدیم به این اوضاع یکم قابل قبول. فکر میکنی سهم عمه‌هات و بابات چجوری داد؟ مثل چی کار میکردم؟ مامان اصلا نمیدونست که مشکل من این چیزا نیست. چجوری باید بهش میگفتم که من از پدر عباس متنفرم؟ یه ریز گریه میکردم و نمیتونستم بهونه‌ای بیارم. کار به جایی رسید که بابا هم اومد تو اتاق. جلوی بابا بیشتر خجالت میکشیدم و سرم رو روی زانوهام گذاشته بودم و بی صدا گریه میکردم. بابا خیلی جدی رو به مامان گفت تحت فشار قرارش نده، باید باهاش صحبت کنیم. اون نمیدونه چه بخت خوبی گیرش اومده. از اتاق رفتن بیرون و من تنها با سهیلا موندم. سهیلا که از بدی حال من خیلی ناراحت بود گفت آبجی واسه چی مخالفی؟ نمیتونستم بگم و فقط خودم رو با گریه خالی میکردم. با خودم گفتم شاید معجزه شد، شاید اتفاقی افتاد و اونا از گرفتن من منصرف شدن. گفتم صبر کنم، شاید زمان همه چیزو درست کرد، ولی زهی خیال باطل. تمام روز استرس داشتم و پوست لبامو میکندم. میدیدم مامان داره خرید میکنه، به خونه میرسه، ولی جرئت نمیکردم حرفی بزنم. انقدر تو سریخور و ترسو شده بودم که میترسیدم دعوام کنن. کاش اون موقع به هر قیمتی هم که شده جلوشون در میومدم، ولی بچگی و ترس و شایدم قسمت مانعم شد. بالاخره یه روز صبح مامان اومد تو اتاق و با صدای بلند گفت پاشو ببینم لنگ ظهره، فردا میری خونه شوهر، آبرومو میبری. پاشو به سر و وضعت برس، شبیه جنازه‌ای. من اگه پسر بودم عمرن تو رو میگرفتم. بعدم خندید و رفت سر کمد. یه تونیک مجلسی که همه جا میپوشیدم بیرون کشید و گفت بیا اینو بپوش. ایشالله شوهر کردی خودت پول میاد دستت، میری پارچه میخری، هرچی دلت میخواد بدوزی. از کارای مادرم بی‌حس شده بودم. واقعا نمیفهمیدم. مگه من کالا بودم که داشت معامله‌ام میکرد؟ من خیاطی بلد بودم. اگه به هم بال و پر میدادن پول در می آوردم. یعنی تحمل من اینقدر سخت بود؟
چشمم خشک شده بود. انقدر گریه کرده بودم. با التماس به مامان گفتم مامان چرا داری اونا رو از روستا میکشونی اینجا؟ من نمیخوام ازدواج کنم. من عباس رو دوست ندارم. پوزخندی زد و گفت مثلا من باباتو خیلی دوست داشتم. عشق و این حرفا همش بعد ازدواج به وجود میاد. سرم و پایین انداختم و با تته پته گفتم نه مامان، بحث عشق و عاشقی نیست. همینطور منتظر نگاهم میکرد و من جرئت نداشتم که بگم دردم چیه، ولی تا کی باید اینطوری مقاومت میکردم؟ با صدای آرومی گفتم آخه مامان من چطوری باید بگم؟ شوهر خاله. همون لحظه تلفن زنگ خورد. مامان واسه جواب دادن تلفن رفت. شایدم انقدر لفتش دادم که نتونستم بگم. وقتی حرف زدن مامان با تلفن تموم شد با استرس اومد و گفت خاله اینا دارن میان. مادر بزرگم میارن. فکر کنم باید همه چیزو همین امشب قطعی کنیم. از بدی حالم هر چی بگم کم گفتم. اصلاً توی جمله ها وصف نمیشه. سرم سبک شده بود و داشت گیج میرفت. سهیلا هم از مدرسه اومد و با دیدن حال خرابم گفت رنگ به رو نداری دختر، آخه چته تو؟ مامان که دید قصد آماده شدن ندارم بابا رو انداخت به جونم و گفت ملیحه میخواد آبرومونو ببره. بابا با عصبانیت اومد تو اتاق. از دستم گرفت و بلندم کرد و گفت واسه چی داری ادا در میاری؟ من پیش اینا خیلی واسه خودم اعتبار جمع کردم. اون وقت تو میخوای منو سکه یه پول کنی؟ بلند شو. همین الان هر کاری مادرت میگه انجام بده. وگرنه چنان کتکت میزنم که برق از سرت بپره. نمیخوام روز خواستگاری تو کوفتت کنم. لباسی که برام گذاشته بودن و با چشمای اشک‌آلود پوشیدم و منتظر شدم تا واسم تصمیم بگیرن. اون شب واسه من شب مرگم بود. آدما تا وقتی جای همدیگه نباشن نمیتونن درباره هم قضاوت کنن. کاش کسی جای من بود. میفهمید اون شب چی کشیدم. خالم اینا دمدمای غروب رسیدن. من تو اتاق بودم و صدای خوش و بششون رو میشنیدم. ناخونامو جویده بودم. قرار بود استراحت کنن و شام بخورن و بعد خیلی رسمی مراسم برگزار شد. سهیلا اومد تو اتاق و گفت آبجی نمیدونم چرا مامان گیر داده بیای بیرون، هم سلام و هم کمک کنی. میگه خطا ازت سر بزنه کشتمت. پوزخندی زدم و گفتم من الانم مردم، لازم نیست کسی منو بکشه. با دلی که داشت میترکید از اتاق زدم بیرون. سر همه به طرفم چرخید. ناخودآگاه دنبال کسی گشتم که مسبب این حالم بود، ولی تو جمع ندیدمش. خاله و مادر بزرگ به همراه دایی بزرگم، عباس و خواهر بزرگ و دامادشون، همینا اومده بودن. یکی یکی با همه دست دادم. چشمم که افتاد به عباس سرم و پایین انداختم. چهره‌اش شبیه باباش بود و واسه همین میترسیدم نگاش کنم. رفتم آشپزخونه. مثل یه ربات هر کار مامان گفت انجام دادم. شامو خوردیم و بعد شستن ظرفا همونجا تو آشپزخونه موندم تا ببینم چی میشه. دیدم خاله مجلس رو گرفت دستش و گفت راستش من بزرگ جمع نیستم. ننه جونم اونقدی حالش خوب نیست که حرف بزنه. خسرو هم نمیشد گله و خونه زندگی رو ول کنه و بیاد. شرمنده شد. بعدم حرفای معمول رو زدن. بدون پرسیدن نظر من، بدون هیچ گونه اهمیتی به من که مثلا عروس بودم. خودشون بریدن و دوختن و دست دادن. این اتفاقات نه مال زمان قاجاره نه چیزی. فهم و شعور ربطی به زمان و مکان نداره. گاهی آدما با ظاهر زیبا چنان بیشعورن که تعجب برانگیزه. موقع خوردن شیرینی و رو سری سر کردن که رسید،
خواهر عباس اومد دنبالم. با لبخند گفت عزیز دلم چرا اینجا نشستی؟ پاشو بیا، منتظر توییم. با زانوهای لرزون رفتم دنبالش و کنار خاله سیمین نشستم. خیلی سریع همه چی انجام شد و قرار شد بعد انجام آزمایش یه جشن خودمونی کوچیک بگیریم که البته تا اون موقع خسرو خودشو میرسون و واسه یه روز زندگی رو میسپرد دست کس دیگه. انگار دنیام افتاده بود رو دور تون که اینطوری ورق میخورد. چشممو باز کردم و دیدم کنار عباس نشستم و داره به هم لبخند میزنه. حالا دیگه زنش بودم ولی نمیدونم چرا تموم مدت چشمم به خسرویی بود که انگار نه انگار چند سال قبل بلای سر من آورده. عباس با مهربونی گردنبند سنگینی گردنم انداخت و در گوشم گفت مبارک باشه. جز اون روز دیگه خسرو رو ندیدم. با خاله برگشتن روستا و عباس چند روز موند خونه ما. بعدم منو با خودش برد روستا تا که یه مدت اونجا بمونم. تو تموم دوران عقد خسرو رو فقط شبا می دیدم که از صحرا می اومد و انقدر خسته بود که می خوابید. خاله جای من و عباس رو تو یکی از اتاقا مینداخت. 1 سال عقد بودیم و بعد 1 سال گفتن وقتشه که عروسی بگیریم. باورم نمیشد. واسه همیشه باید برم روستا. عروسی مفصلی تو همون روستا برگزار شد و قرار شد فعلا کنار خاله اینا زندگی کنیم تا عباس یه خونه نقلی کنار خونه‌شون درست کنه. من هنوزم از رابطه جنسی وحشت داشتم. به خصوص که عباسم پسر خسرو بود و ناخودآگاه یاد اون روز شوم می افتادم. اما گریزی نبود. از خاله هام و عمه‌های عباس که پشت در نشسته بودن و منتظر مراسم مسخره‌شون بودن، شبی که باید بدون استرس استراحت کنی رو با ترس دستمال سر کردم و اونا روی رخت خوابم پول ریختن. پتو رو روی سرم کشیدم و آروم گریه می کردم. اون شب خسرو با لبخند معنیدار و موذیانه‌ای پول قلمبه‌ای آورد و گذاشت روی رخت خوابم و رو به عباس گفت مبارکه. از فردا دیگه عروس بودن و عزیز بودن تموم شد. صبح علت طلوع خاله بیدارم کرد و با خودش برد تا کارایی رو انجام بدم که هرگز به عمرم ندیده بودم. میون کارا باهاش حرف زدم و نرمش کردم که من خیلی خوب خیاطی بلدم. اگه دوست داره براش یه چیزی بدوزم. خاله با خوشحالی یه پارچه آورد و گفت براش لباس محلی بدوزم. با مهارت تمام خودم رو ثابت کردم و در عرض 2 روز تمومش کردم. با افتخار به همه میگفت که عروسم دوخته و خیاطی بلده. شب موقع خواب عباس گفت لباس ننمو تو دوختی؟ گفتم آره. سرشو تکون داد و گفت خیلی هنرمندی، ماشالله. لبخندی زدم و گفتم ممنون. بغلم کرده بود و داشت نوازشم میکرد. چون گرم بود در رو باز میذاشتیم ولی به اتاق دید نداشت چون ما گوشه اتاق بودیم. وسط رابطه بودیم که حس کردم یه سایه از جلوی در اتاق رد شد. هین بلندی کشیدم و گفتم عباس. با ترس گفت چیه؟ فکر کنم یکی جلوی در اتاقه. خم شد و بعد نگاه کردن گفت هیچکی نیست. بابا توهم زدی. همه خوابن. نیمه های شبه. عصبانی شد و غر زد که چرا به هم زدم. من مطمئن بودم کسی داشت نگامون میکرد. آخه مگه میشد الکی چشمم سایه ببینه؟ فرداش از خاله پرسیدم که شب واسه آب خوردن اینا بیدار نشدی؟ گفت نه. چطور؟ گفتم هیچی. آخه سگا پارس کردن ترسیدم. چند شب بعد دوباره اون اتفاق افتاد و عباس این بار بلند شد و رفت بیرون و نگاه کرد و گفت به خدا خبری نیست. انگار تو خوشت میاد گفتمون کنی ها.
کم کم داشتم دیوونه می شدم. واقعا چرا باید اونطوری می شد؟ عباس هم داشت ازم سرد می شد. چون چند بار دیگه هم اتفاق افتاد. عباس می گفت حتما دلت منو نمی خواد که اینطور بهونه میاری. هرچی بهش می گفتم یه جور بخوابیم که تو ببینی قبول نمی کرد و می گفت اینا همش بهانه است. واسه همین بیخیال شدم و گفتم حتی اگه کسی نگاهمونم بکنه دیگه مهم نیست. چند وقت از عروسیم گذشته بود و من هر روز شکاکتر می شدم. طوری که مدام در رو می بستم و حس می کردم نیمه های شب باز شده. عباس کلافه شده بود از دستم. می گفت دیوونه شدی حتما. حتی باردارم نمی شدم. خاله خیلی نگران بود و می گفت هر کس همزمان با تو عروسی کرده در جا باردار شده. تو چرا نمیشی؟ نکنه ایراد داری؟ خودمم نگران بودم. گاهی کنار هم بودن آدم و شبیه اطرافیان میکنه. با اینکه میدونی اونا اشتباه میکنن ولی تو هم میشی هم عقیده شون. خاله یه روز صبح زود دستمو گرفت و گفت پاشو بریم پیش دعانویس توی روستا. ببینم شاید چله افتاده برات. مثل یه عروسک افتادم دنبالش، با هم رفتیم پیشش. انقدر شلوغ بود که تمام روستا انگار اونجا بودن. کاش میفهمیدن برای بچه دار شدن بهتر دکتر بریم نه دعانویس. نوبتمون رسید. خاله اشاره کرد برم جلو بشینم. پیرمردی بود که عینک بزرگی به چشم داشت و با کش عینکشو سفت کرده بود. کتاب کهنه‌شو وا کرد و بعد پرسیدن اسم مادرم و خودم اخمی کرد و رو به خاله گفت بچه دار نمیشه چون شکمشو بستن. طلسم دادن بهش. نحسی داره. با وحشت به خاله نگاه کردم که نگران گفت آقا تو رو خدا یک کاری کن. عروسمه. گناه داره. پیرمرد کتابو محکم کوبید و گفت هیچ کاری از دستم بر نمیاد. من با جادو کاری ندارم. فقط دعانویسم. من که نمیفهمیدم چی میگن. فقط نظاره‌گر بودم. خاله التماس میکرد و پیرمرد میگفت کاری نمیتونه بکنه. با ناامیدی از خونه‌شون بیرون اومدیم. خاله شروع کرد به غر زدن. کی واسه طلسم گرفته؟ آخه بخت برگشته. من چطوری برم پیش سلطان جادوگر؟ مردم ببینن میرم اونجا مسخرم میکنن. گفتم خاله واقعا به این چیزا معتقدی؟ آخه به جای این کارا باید بریم شهر دکتر. شاید من یا عباس مشکل داریم. چپ چپ نگام کرد و گفت عباس که سالمه. تو هم دورهات منظمه. ایرادی نداری. فقط شکمتو بستن. وقتی رسیدیم خونه خاله افتاد به جون وسایل و لحاف و تشک که ببینه طلسم کجاست. هرچی میگشت فایده‌ای نداشت. منم مشغول خیاطی بودم و واسم اصلا مهم نبود که چی کار میکنه. خاله ناچار نشست و گفت باید دم ظهر که همه رفتن خونه و خلوته برم پیش سلطان ببینم چی میشه. آهی کشیدم و گفتم منم باید بیام. گفت نه فعلا. لازم نیست. تا دم ظهر بازم همه جا رو گشت و وقتی عباس و خسرو گله رو آوردن تا نهار بخورن خاله بلند شد و رفت. عباس داشت استراحت میکرد. وقتی دیدم با خسرو تنهام بلند شدم برم اتاق پیش عباس. هنوزم از خسرو وحشت داشتم. چشمم بهش افتاد که لبخند بدی رو لبش بود. قلبم تون تون میکوبید. میترسیدم کاری کنه و من نتونم دم بزنم. وقتی بلند شدم خسرو هم بلند شد. داشتم از ترس وحشت میکردم. به سرعت به طرف اتاق پاتون کردم که گفت عروس خانم. با ترس بهش نگاه کردم که اومد نزدیکم و گفت من هنوزم همون خسروام. با ترس به طرف اتاق یه جورایی فرار کردم. خسرو یه مریض بود که نمیتونست خودشو کنترل کنه. داشتم میلرزیدم.
یعنی باید چی کار میکردم؟ اگه به عباس میگفتم باور میکرد؟ یعنی حاضر بود به خاطر لذت خودش زندگی پسرشو به هم بزنه؟ نشستم تو اتاق گریه کردم. مستعسل بودم. نمیدونستم چه غلطی بکنم. عباس از خواب پرید و با دیدن من عصبی شد و گفت چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ تونتون اشکامو پاک کردم و گفتم هیچی. بلند شد اومد طرفم گفت خستم کردی اینقدر گریه میکنی و قیافه میگیری. بچه دارم که نمیشی. معلوم نیست چته. جمع کن خودتو، ازت بدم میاد. ناباور بهش زل زدم و گفتم عباس شاید مشکل از تو باشه که بچه دار نمیشیم. لگدی به پهلوم زد که گفتم چی کار میکنی دیوونه؟ داد زد دیوونه منم یا تو؟ مشکل دار خودتی. من صاف و سالمم. تویی که مدام گریه میکنی و مریض احوالی. با گریه گفتم من مریض نیستم. کاش بدونی. کاش بپرسی چی شده که همیشه اینقدر ناراحتی. موهامو گرفت و گفت نمیخوام بدونم چی شده. تو لیاقت منو نداری. گم شو برو از خونه بیرون. شروع کرد بدون دلیل به کتک زدنم. هرچی التماس میکردم ولم کنه بی خیال نمیشد. خسرو هم از آستانه در داشت نگاه میکرد ولی چیزی نمیگفت. اون از خداش بود من بمیرم. اصلاً مسبب همه بدبختیام اون بود. خاله وسط کتک زدن عباس رسید و گفت چه خبره مثل سگ و گربه افتادید به جون هم؟ هیچ معلومه چه غلطی میکنید؟ عباس رو به مادرش گفت من اینو نمیخوام. مریضه. گریونه. حالمو به هم میزنه. خاله گفت بایدم نخوای. یه طلسمی واسه زندگیتون گرفتن که زود به هم بخوره. نمیدونم کار کدوم از خدا بی خبریه. خسرو با شنیدن این حرف گفت عباس من میرم سراغ گله، تو هم بیا. رو به خاله گفتم خاله من نمیتونم دیگه اینجا بمونم. زنگ بزنید بابام بیاد دنبالم. عباس بی دلیل گرفته منو کتک میزنه. خاله رفت رو دور نصیحت که عیبی نداره. ایشالله به زودی هم بچه دار میشید و زندگیتون شیرین میشه. اینقدر گفت تا خام حرفاش شدم و اصلا با خودم گفتم زندگی که بند طلسم باشه به درد نمیخوره. چند روز گذشت. هیچ کاری به کار عباس نداشتم و فقط خیاطی میکردم. یه روز یکی از همسایه ها شوهرشو فرستاده بود دنبال لباسشو. من گفتم چند دقیقه تو حیاط صبر کنه تا دکمه هاشو بدوزم و تحویل بدم. خاله خونه نبود. واسه همین تونتون دکمه ها رو برداشتم تا بدوزم که خسرو پیدا شد. با دیدن مرد همسایه تو حیاط گفت تو اینجا چی کار میکنی؟ با عصبانیت اومد تو و گفت ببینم هرزه خانوم این تو حیاط چی کار میکنه؟ با عصبانیت گفتم درست صحبت کن لطفاً. اومده دنبال لباس زنش. داد زد زنش شلاقه؟ نمیتونه بیاد؟ نشونت میدم الان. به بهونه خیاطی چه غلطا که نمی کنی. با همون چوب نازکی که دستش بود افتاد به جونم. اینقدر بد میزد که فقط جیغ میزدم و خدا رو صدا میزدم. مرد همسایه از ترسش رفت. خسرو اینقدر کتکم زد که نزدیک بود از هوش برم. وسط زدناش گفت دوست نداشتم عباس تو رو بگیره ولی سیمین قبول نکرد و گفت باید بگیره. حالم نمیذارم اینجا بمونی. ازت متنفرم. از پدرت متنفرم. من مادر تو رو دوست داشتم. من سیمین رو نمیخواستم. قصد داشتم مادر تو بردارم و از روستا فرار کنم که سر و کله بابای بیشرفت پیدا شد و اونو گرفت. جیغ زدم. تو مریضی. دروغ میگی. تو از اول بی‌ناموس بودی که چشم به مادر من داشتی. با گفتن این حرفا عصبانی تر شد. محکم زد و گفت آره حالا هم تو خیلی شبیهشی. دوست دارم انتقاممو ازت بگیرم. یهو خاله رسید و با دیدن خسرو که داشت منو میکشت جیغ زد. چه خبره؟ چی شده؟
خسرو با عصبانیت گفت دیدی گفتم نگیریم این دختر و افریت است؟ دیدی گفتم نگیریم اینو خرابه؟ بفرما. به بهونه خیاطی با مرد همسایه داشت عشق و حال میکرد. خاله صورتشو چنگ زد و گفت آره ملیحه، خسرو راست میگه. جیغ زدم و با گریه گفتم خاله به قرآن دروغه، من کاری نکردم، دارم قسم میخورم. خسرو حق به جانب گفت نه، من مرد به این گندگی دارم دروغ میگم؟ حیف نمیخوام آبروی مرد همسایه رو ببرم. بیچاره ندیدی چطور جلوی اشتها و درخواستای این افریت سکوت کرده بود. الان عباس میاد نشونت میدم کی به کیه. همون لحظه زنداییم اومد و با دیدن وضع اسفوار من گفت وای چه خبر سیمین؟ کل دهات دارن میان اینجا، چرا بدبختو دارید میکشید؟ با شنیدن این حرف بغضم ترکید و با صدای بلند زدم زیر گریه. خسرو با قلدری گفت این افریته بوده، مار تو آستینم پرورش میدادم، خرابه، هرزه است. زندایی صورتشو چنگ زد و گفت استغفرالله آقا خسرو، زشت این حرفا رو نزنید. ملیحه مثل دسته گل پاکه، خدا رو خوش نمیاد. همون لحظه عباس رسید. وقتی دید من افتادم زیر دست و پا و دارن کتکم میزنن با وحشت اومد جلو و گفت چی کار کرده مگه؟ خسرو گفت بیا بدبخت که تو هم بختت برگشته، زنت خراب از آب در اومد. عباس با چشای گرد شده از خشم و تعجب اومد کنار گوشم داد زد بیشرف چی کار کردی؟ از اون بهونه هات موقع رابطه با من معلوم بود خرابی و همه مدل چیز دیدی که من به مذاقت خوش نیومدم. شروع کرد به داد و بیداد، کتک زدن من. اینقدر زده بودن که نداشتم تکون بخورم. داییمم اومده بود و هر چقدر تلاش میکرد تا منو از زیر دستاشون بکشه بیرون فایده ای نداشت. پسر داییم با شدت در حیاط و کوبید و گفت اینجا چه خبره؟ چرا دارید آبروریزی میکنید؟ عباس داد زد به کسی ربطی نداره، زن خودمه، میخوام بلایی سرش بیارم که از مردنش خوشحال بشه. رضا اومد عباسو از پشت بغل کرد و محکم دستاشو بهش گره زد و گفت آخه سر چی میزنی؟ یتیم نیست که، صبر کن ببینم. عباس گفت لیاقت زن خراب همینه، به کسی هم ربطی نداره. رضا داد زد آخه رو چه حسابی میگی خرابه؟ با چشای خودت دیدی؟ خسرو گفت من دیدم، من چند بار دیگه هم دیدم، دختره کلن سر و گوشش می جنبه. رضا اجازه نمیداد تا عباس منو بزنه و از اون طرف اشاره کرد تا زندایی منو ببره خونشون. عباس و رضا درگیر شده بودن و داییم داشت جداشون میکرد. تمام بدنم درد میکرد و کوفته شده بود. زندایی با ناراحتی برام بالش گذاشت و گفت بخواب دختر بیچاره، کار کن بده بخورن، آخرم برات حرف در بیارن. حالا انگار خسرو خیلی آدم خوبیه. بغضم ترکید و گفتم زندایی به جون یه دونه داداشم من کاری نکردم. این همسایه اومد دنبال لباس زنش، منم گفتم وایس تو حیاط تا دکمه بدوزم براش. به خدا من کاری نکردم. موهامو که اینقدر کشیده بودن نوازش کرد و گفت میدونم عزیزم، استراحت کن، بذار داییت بیاد زنگ بزنیم پدر و مادرت بیان تکلیفتو مشخص کنن. با ترس گفتم نه، اونا حرف خسرو رو باور میکنن نه منو، تو رو خدا نزنید. لبخندی زد و گفت طلاک پاکه، چه منتش به خاکه، قصه نخور، خدا بزرگه. زندایی با حرفاش آرومم کرد و چشام کم کم سنگین شد و خوابم برد. نفهمیدم چقدر خوابیدم که با صدای حرف زدن چند نفر بیدار شدم. سیخ سر جام نشستم و با دیدن داییم و رضا گفتم چه خبر شده؟ دایی گفت چیزی نیست دخترم، من به بابات خبر دادم، دارن میان تو راهن.
حالا دیگه قبول نکن که برگردی. اونجا نمیشه یه عمر با کسایی که بهت تهمت زدن و بی‌آبرود کردن زندگی کنی. من جلوی بابات در میام، نگران نباش. دلم از بودنشون و مهربونیاشون قرص شد. زندایی غذا پخته بود. حسابی داشت شرمندم میکرد. رو بهشون گفتم خدا سایتون رو از سرم کم نکنه. رضا با حالت غمگینی به هم نگاه کرد و گفت بچه که بودیم یادته چقدر هواتو داشتم؟ من هنوز همون رضام. ولی تو یه بیوفا سری به عباس جواب مثبت دادی. با شنیدن این حرف دلم لرزید. ولی من هنوز زن عباس بودم و هر کاری غلط بود. آهی کشیدم و گفتم من نه، خونوادم به اجبار دادن. مگه ما زنها از خودمون اختیاری داریم؟ شب خونه دایی موندم و اون از خدا بی خبر و هیچ دنبالم نیومدن. انقدر دلمو شکستن که از ته دل واگذارشون کردم به خدا. دمدمای صبح بابا و مامان اومدن و مستقیم اومدن خونه دایی. از سر و صداشون بیدار شدم. قلبم داشت میلرزید و ترس همه وجودمو برداشته بود. بابا داشت با دایی حرف میزد که موضوع از چه قراره و دایی با آرامش براش توضیح میداد. مامانم سرش پایین بود و مثلا نمیخواست غرورش پیش زندایی بشکنه. آخه همیشه زندایی مقابل کارای بی منطق مامان در می اومد و اون خوش نداشت. چشم مامان به من افتاد و اومد کنارم نشست. اخم کرده بود. خواست دهن باز کنه که نگاهش به زخمام افتاد. احتمالاً حالا کبود شده بودن. با ناراحتی گفت چی شد دختر؟ چی کار کردی تو؟ بغضم شکست. دوست داشتم بغلم کنه ولی فقط مؤاخذم میکرد. با گریه گفتم مامان به مقدس‌ترین چیزای دنیا قسم میخورم من کاری نکردم که به خاطرش سرتو بندازی پایین. ولی مگه مادرم حرفمو باور میکرد؟ دیگه وقتش بود که همه چیزو بهش میگفتم. حالا که اون همه کتک خورده بودم فهمیدم که خسرو از آبروداری من سوء استفاده کرده. کنار گوش مامان با گریه گفتم مامان تو هیچ وقت نپرسیدی چرا دختر شاد و سرزنده من اینطوری پژمرده؟ هیچ وقت واسط سوال نشد چرا اینقدر منزوی و کم حرفم؟ من که همیشه خندون بودم. هیچ نپرسیدی چرا اینقدر مقابل ازدواج با عباس مخالفت میکردم؟ ولی شما گذاشتید پای اشوه و ناز. دلیلش این بود 10-12 سال پیش موقع عروسی پسردای ابراهیم وقتی داشتیم بازی میکردیم خسرو منو برد تو آغل و اذیتم کرد. خودش رو من خالی کرد. من از اون روز مردم و تو به همه گفتی ملیحه از سگ میترسه. میترسیدم چون خسرو گفت اگه به کسی بگی میندازمت جلوی سگ تا بخورتت. هر شب می اومد از جلوی در به من و عباس نگاه میکرد. هر روز با نگاه و لبخنداش آزارم میداد. امروزم وقتی دید من دارم لباس همسایه رو حاضر میکنم شروع کرد به زدنم. گفت که تو رو دوست داشته و سیمین رو به جات دادن بهش. گفت که از بابا متنفره. مامان در حالی که داشت حق حق میزد دستشو جلوی دهنم گذاشت و به نشانه سکوت گریه کرد. مامان گفت همونجا بمونم و به هیچ وجه بیرون نیام. بابا خیلی با خسرو سر این که چرا منو کتک زده بحث کردن ولی خسرو نفهمتر از این حرفا بود که قبول کنه. تو همین گیر و دار دعوای بابا و عباس و خسرو بالا میگیره که یکی از چوپانای روستا که میبینه اوضاع به هم ریخته است میاد میگه موقعی که داشتم گوسفندا رو برمیگردوندم دیدم خسرو رفت خونه سلطان. کنجکاو شدم ببینم پیرمرد اونجا چی کار داره. واسه همین رفتم گوش واسادم و شنیدم که داشت درباره عروسش حرف میزد. به سلطان گفت که دهن و شکم عروس رو ببنده و تلخی بندازه بین زندگیشون. خسرو با عصبانیت داد زد دروغ میگی، این حرفا چیه میزنی؟
هیچ میدونی عاقبت حرفات چیه؟ چوپان که آدم درستی بود قسم میخوره جز شنیده هاش چیزی نگه. اینا رو برام زندایی تعریف کرد. بعد شنیدن این حرفا خاله حالش خراب شد و خسرو درمونده که چه خاکی بریزه سرش. عباسم که فهمید من گناهکار نیستم اومد جلوی در دایینا و گفت ملیحه بیا خونه. دایی گفت جواب ندم تا از رو بره. انگار من مسخره‌شون بودم که هر روز یه بلایی سرم بیارن. تا اون لحظه که راز ته دلم بود از ترس دم نمی زدم. ولی وقتی به مادرم گفتم و راحت شدم دیگه واسم مهم نبود چی میشه. بابام از طلاق می ترسید. ولی مامان چون همه چی رو می دونست شروع کرد زیر گوش بابا خوندن. همونجا خونه دایی بودم و دوست داشتم برم وسایلم رو جمع کنم. مامان بابا رو راضی کرد تا منو ببره شهر خونمون. هرچی خاله اومد دنبالم قبول نکردم. یعنی مامان نذاشت. چون از نظرمون خسرو از هر نامحرمی بدتر بود و همین که تو اون مدت بلایی سرم نیاورده بود جای شکر داشت. شاید اگه نمی ترسیدم و همون روزا تو بچگیم به مامان یا کس دیگه ای می گفتم که خسرو چی کار کرده هرگز این همه هم عذاب نمی کشیدم. مامان رفت و وسایلم رو جمع کرد و پشت سرش خاله با چشای گریون اومد. با دیدن من گفت کجا میری عزیز دلم؟ منو تنها میذاری؟ خدا رو خوش میاد؟ پوزخندی زدم و گفتم خاله جان حلالت کردم، حلالم کن. با گریه گفت آخه چرا اینقدر زود تصمیم گرفتی واسه جدایی؟ به خدا عباس دوست داره. خسرو هم ساده است. از روی خنگیش این کارو کرده. ببخش و بزرگی کن. مامان دست خاله رو گرفت و گفت خواهر جون بهتر کنجکاوی نکنی. این به نفع هیچ کدوممون نیست. قرار شد بعد از یه مدت که کارای جدا شدنمون پیش رفت و موفق شدیم برای بردن جهیزیه اقدام کنیم. با عباس طی کرده بودم که توافقی جدا بشم. چون حوصله رفتن به دادگاه رو نداشتم. هرچند قبول نکرده بود ولی خب با ارائه مدارک کافی و اینکه خسرو و عباس به اندازه کافی اذیتم کرده بودن و همچنین شهادت همسایه ها و خانواده دایی خیلی راحت میتونستم ازش جدا بشم. به هر حال همه این پروسه یه مدت نسبتاً طولانی طول میکشید. از وقتی برگشتم خونه حالم خیلی بهتر شده بود. خودم رو با خیاطی سرگرم میکردم و نمیذاشتم که افکار ضد و نقیض به هم هجوم بیارن. درسته که به عباس به چشم شوهر نگاه میکردم و هیچ علاقه‌ای بهش از قبل نداشتم ولی مدتی از عمرمو سپری کرده بودم و کمی بهش عادت کرده بودم. به هر حال هرچی بود تموم شد. توی دادگاه خسرو به هم گفت که انشالله تقاص کارم رو پس میگیرم و ضرری که به عباس زده و مهریه که ازش گرفتم از دماغم بیرون میاد. حتی خسرو حاضر شد دست روی قرآن بذاره و بگه که در حق من هیچ ظلمی نکرده و حتی منو کتک نزده. ولی خب خدا جای حق نشسته بود و هیچ کس حرفاشو باور نکرد. ولی چرخ روزگار طور دیگه‌ای چرخید و موقعی که خسرو و عباس داشتن بعد از کارای دادگاه به روستا برمیگشتن توی راه تصادف میکنن و خسرو آسیب جدی به نخاعش میرسه. دوست نداشتم هرگز آسیب جسمی به کسی برسه و از شکستشون خوشحال نمیشدم. ولی خب یه جورایی احساس میکردم که خدا حواسش به هم هست و حال دلم خوب میشد. جدایی کار آسونی نیست. شاید از اذیت و آزارهای زندگی قبلی راحت بشی ولی اتفاقاتی که بعد جدایی میفته به مراتب خیلی سخته. این که همه به چشم یه زن تنها بهت نگاه کنن و بعد با وجود داشتن درآمد بازم بهت پیشنهادهای مختلف بدن
واقعا سخته. چند وقت گذشت. سرم تو کار خودم بود و دوست نداشتم اصلاً به ازدواج فکر کنم. با پولی که داشتم یه مغازه اجاره کرده بودم و خیاطی میکردم. یه روز که از سر کار برمیگشتم دیدم چند تا پیام رو گوشیم اومد. شمارش ناشناس بود ولی تو پیام اول خودشو معرفی کرده بود و گفته بود که رضا پسرداییمه. کنجکاو شدم تا ببینم چی میخواد بهم بگه. پیام اول احوال پرسی ساده کرده بود و نوشته بود که اگه وقت داشتم بهش پیام بدم. میخواد با هم حرف بزنه. روستا فقط بیرون از آبادی آنتن داشت. حد زدم موقع بردن گوسفندا پیام داده. جوابشو دادم و نوشتم که اگه کارم داره فردا ظهر زنگ بزنه. نه اینکه خیلی برام مهم باشه ولی خب دوست داشتم تا ببینم چه اتفاقی افتاده که رضا بهم پیام داده. خودم که حدس می‌زدم شاید از عباس یا خسرو خبری برام داشته باشه. خلاصه تا فردا صبر کردم و دمدمای ظهر بود که دیدم گوشیم داره زنگ میخوره. با دیدن شماره رضا دست از کار کشیدم و جواب دادم. صدای پر از آرامش پشت خط پیچید و گفت سلام ملیحه خانم. رفتی حاجی مکه؟ خبری از ما نمیگیری؟ لبخندی زدم و گفتم سلام پسردایی. مگه میشه خوبی‌های شما رو فراموش کنم؟ سرگرم کار و خیاطیم. شرمنده نمیتونم بیام اونجا دیگه بهتون سر بزنم چون دوست ندارم با اونا چشم تو چشم بشم. شما بیاید قدمتون روی چشم. خندید و گفت شوخی کردم. کار دیگه باهات داشتم. میتونی با هم صحبت کنی؟ گفتم آره اتفاقا الان بیکارم. یکم سکوت کرد و گفت راستش ملیحه من از همون بچگی دوستت داشتم. خدا میدونه شبی که فهمیدم عباس اومده خواستگاری چه حالی شدم. هرچی به مامان گفتم یه کاری کنه ترسید و دم نزد. دوست نداشتم حالا که رفتی بدبخت بشی شکست بخوری ولی خب کاریه که شده. من هنوزم مثل قبل دوستت دارم. قسم میخورم نذارم آب تو دلت تکون بخوره. از شنیدن این حرفا حسابی گرمم شده بود و داشتم خجالت میکشیدم. رضا اینقدر قشنگ حرف میزد که محو شده بودم. بعد از تموم شدن حرفاش گفت نظرت چیه؟ حاضری با هم ازدواج کنی؟ مردد گفتم راستش قصد نداشتم ازدواج کنم و از این میترسم که خانواده خسرو اذیتمون کنن. سریع گفت ما قرار نیست روستا زندگی کنیم. من به اندازه خودم پول دارم. یه مقدار میارم و همونجا خونه اجاره میکنیم. نگران چی هستی؟ هیچ کس جرأت نداره کاری به ما داشته باشه. گفتم خونوادت چی؟ واسه شون سخت نیست عروسشون مطلقه باشه یا بابات اذیت نمیشه عروس خواهرشو بگیره؟ رضا گفت بی خیال بابا. ملیحه این حرفا رو ول کن. مهم من و توییم که اگه راضی باشیم همه چی تمومه. اگه ته دلت ذره‌ای بهم علاقه داری بگو بیام تا خوشبختت کنم. واقعا دو به شک بودم. نمیخواستم عجولانه تصمیم بگیرم. واسه همین ازش فرصت خواستم تا فکر کنم. از اون طرفم یکی از همسایه ها منو واسه داداشش میخواست که زنش مرده بود. مامان خبر از رضا نداشت و زیر گوشم میخوند جواب مثبت به همسایه بدم. ولی من داشتم به رضا فکر میکردم. به این که میتونیم بدون دغدغه زندگی کنیم. بالاخره دلو زدم به دریا و به مامان گفتم مامان رضا با من تماس گرفت. گفت که اگه اجازه میدید بیاد خواستگاری. چشای مامان برق زد و گفت خواستگاری کی؟ با تعجب گفتم من دیگه. اینقدر خوشحال شد که اصلا نپرسید از خسرو میترسم کاری کنه اذیتتون کنه.
فقط داشت خوشحالی میکرد که من هنوزم خواستگار دارم. وقتی گفتم قرار اینجا زندگی کنیم، علنا داشت تلفن رو برمی داشت تا زنگ بزنه که مانعش شدم و گفتم صبر کن تا خودش تماس بگیره. چند روز بعد رضا که زنگ زد گفتم ما مشکلی نداریم و بیان خواستگاری. خیلی ساده همه چی انجام شد. رضا گفت اگه دوست داری عروسی بگیریم که مانع شدم و گفتم پولو بیهوده خرج نکن. یه مهمونی ساده گرفتیم و چند تا عکس یادگاری انداختیم. نزدیک مغازه خونه اجاره کردیم و با رضا رفتیم سر خونه زندگیمون. من تازه میفهمیدم طعم زندگی چطوریه. رضا خیلی مهربون بود و به من احترام میذاشت. منم با جون و دل دوستش داشتم. زندایی هم زن خوبی بود. به هم گفته بود هیچ کسی رو خونه راه ندم که خسرو اینا از طریق اون دعایی چیزی نیارن و زندگیمونو به هم بزنن. هرچند من به این چیزا اعتقادی نداشتم و مطمئن بودم خدا هوامو داره. 1-2 سال بعد عروسی چند بار دکتر رفتم و وقتی فهمیدم سالمم واگذار کردم به خدا تا به هم بچه بده. همینطورم شد و خدا یه پسر و دختر زیبا به هم هدیه داد که شادی و خوشبختیمو تکمیل کرد. حالا کارمو توسعه دادم و تولیدی زدم و 2-3 تا کارگر دارم. رضا هم کارش خوبه. وضع مالیمون شکر خدا خیلی خوبه و مشکلی نداریم. خبر دارم که خسرو سکته کرده و نمیتونه حرکت کنه و عباسم با یه زن از خودش بزرگتر ازدواج کرده که از فامیلای دور پدرشه و هنوزم توی روستا زندگی میکنن. از خدا میخوام خسرو رو شفا بده تا سالم و سلامت بتونه خوشبختی منو ببینه. هیچ وقت تو زندگی چیزی رو حداقل از پدر و مادرتون مخفی نکنید. عاقبتش هرچی میخواد باشه. هیچ جا امن‌تر از آغوش پدر و مادر نیست. خیلی زیاد مراقب دختر بچه هاتون باشید و به هیچ احد و ناسی اعتماد نکنید. دخترم خیلی به هم وابسته است و منم همیشه مثل چشام مراقبشم. جوری تربیتش میکنم که منو تنها رفیق زندگیش بدونه و آزادانه هر طور که میخواد زندگی کنه. به امید روزی که همه دخترها و زنای دنیا شاد باشن. زندگیاتون به دور از هر گونه غم و غصه.